اگر بخوایم بیش از 50 میلیون لاستیک کهنه رو جمع کنیم توی محوطه، با یک همچین چیزی روبرو میشیم. تأسیسات بزرگ روی زمین رو معمولاً از فضا هم میشه دید، اما این قبرستون لاستیک کهنه رو هم میتونیم از فضا ببینیم. این مربع‌هایی که میبینید توش لاستیکه، عمقش هم سطح زمین نیست. هر کدوم از اینها خودش چندین متر عمق داره. این قبرستون بزرگترین قبرستون لاستیک کهنه دنیاست که در صلیبیه کویت قرار گرفته. هممون میدونیم که دینار کویت یکی از گرونترین پولای دنیاست. هر دینار کویت $3.20 آمریکاست. یک کشوری که بزرگترین ذخایر نفتی رو داره و جمعیتش هم خیلی هم کمه. برای همین درآمد سرانشون خیلی هم بالاست. 4.5 میلیون جمعیت توی کویت زندگی میکنن که فقط 40% سیتیزن کویتن. بیش از 3 میلیون نفر از جمعیت کویت کارکنی هستن که برای کار کردن از کشورهای مختلف به کویت اومدن. شرایط سیتیزن شدن توی کویت اینه که 20 سال اونجا اقامت داشته باشی و مسلمان هم باشی، شاید قبول کنن و سیتیزنت کنن. حالا همه اینها رو گفتیم که این سوال رو بپرسیم: کشوری به این پولداری و کم جمعیتی این همه لاستیک کهنه برای چی داره؟ مگه چند تا ماشین تو این کشور رفت و آمد میکنه؟ یکی از شیخ‌های کویت تصمیم داشته که این لاستیک‌ها رو بازیافت کنه. اونها این زمین رو برای این کار مشخص میکنن و با کشورهای همسایه تماس میگیرن و میگن لاستیک کهنه‌هاتون رو بفرستین اینجا. 20 سال تمام لاستیک کهنه‌های منطقه رو جمع میکنن که میشه بیش از 50 میلیون حلقه لاستیک. اما مثل اینکه اون شیخ کویت تصمیمش عوض میشه، چون این لاستیک‌ها توی بیابون انبار میشن و هیچ کاری هم صورت نمیگیره. از سال 2012 به این ور 3 بار قبرستون خود به خود آتیش میگیره که میگن بر اثر گرمای شدید بوده. میدونید لاستیک هم اگه آتیش بگیره چه آلودگی رو به وجود میاره و خاموش کردنش هم مشکله. دیدین تا حالا چاهای نفتی آتیش میگیره و دود خیلی سیاهی هم ازش بلند میشه، درست مثل همین لاستیک ها. ولی نفت که داره میسوزه فقط نفته که میسوزه، در صورتی که لاستیک 10 مواد شیمیایی داخلشه. موادهای مختلفی که برای دوام لاستیک، برای ضد لغزش بودنش، برای رادیال بودنش به لاستیک اضافه میشه، همه مواد شیمیایی خطرناکه و این آتش سوزی ها منطقه رو به شدت آلوده میکنه. آتش سوزی هایی که در این منطقه اتفاق افتاده حتی از فضا هم دیده میشه. آتش گرفتن انبار اینجور لاستیک ها در دنیا زیاد اتفاق میفته. مثلا در فوریه 1990 در کانادا بزرگترین آتش سوزی در یک قبرستون لاستیک کهنه اتفاق میفته که تا 17 روز نمیتونستن خاموشش کنن. آتش سوزی اینجور لاستیک ها به قدری آلودگی های خطرناکی ایجاد میکنه که مجبور میشن اهالی اون شهر رو ببرن شهر بعدی، چون نمیتونستن درست نفس بکشن. بعد از اینجور آتش سوزی ها در کویت، کشورهای همسایه‌اش سرشون در میاد و اعتراض میکنن به دولت کویت و میگن این همه لاستیک رو اینجا جمع کردی برای چی؟ بعد از اعتراض کشورها، دولت کویت تصمیم میگیره که سرمایه گذاری کنه و کارخونه‌های برای بازیافت این لاستیک ها تأسیس کنه. بعد از اینکه کارخونه ها تأسیس شد، در عرض چند ماه همه این لاستیک ها رو حل کردن به کارخونه ها. بعد از اون این قبرستون از اون بالا نگاه میکنی این شکلی شده. حالا ما میخوایم بدونیم اینها این همه لاستیک رو چجوری بازیافت میکنند. 3 ماده اصلی که در این لاستیک ها وجود داره، اولیش کربن سیاهه که به این لاستیک ها دوام میده و این سیم های فلزی. مواد شیمیایی دیگه هم وجود داره که اونا اصلی نیستند. اول لاستیک ها رو فشرده میکنن که کوچیک‌تر بشه، بعد میفرستنش به کوره‌ای که بیش از 450 درجه سانتیگراد حرارت داره. لاستیک که میدونید اگر بسوزه همه این موادش تبدیل میشن به دود سیاهی که همه مواد درونشه. این دستگاه پودر رو جمع میکنه، سردش میکنه و تبدیل میکنه به این پودرهای سیاه. پودری که میشد گفت کربونه و خیلی جاهای مختلف میتونه به عنوان سوخت استفاده بشه. وقتی لاستیک‌ها دود میشه و دودشو میگیرن، ته کوره یه عالمه سیم میمونه.
سیم‌ها رو خنک میکنن و میکشن بیرون، سیم‌هایی که خیلی راحت بازیافت میشه. این سیستمی که الان برای شما تعریف کردیم مدرن‌ترین روش بازیافت لاستیکه. اما روش‌های دیگه هم وجود داره. یکی از روشاش اینه که لاستیک‌ها رو پودر میکنن و تبدیلش میکنن به این کفپوش‌های لاستیکی. این کفپوش‌ها رو میان در داخل گاراژها و کف تعمیرگاه‌ها استفاده میکنن. روش دیگر بازیافت لاستیک اینه که به پودر تبدیل میشه و میان با آسفالت مخلوطش میکنن و آسفالتی تولید میکنه که کمتر صدا میده.